همداران عزیز سلام علیکم. امروز 14 مارس سال 2025 دوام نوار شنوندن تک پیوند گلوس با استفاده از شربت پرو. ما از نشون میدیم که چخل برای همین گلوسی که در آینده ما پیوند میکنیم و کلان میشود و برای شما به فروش میبرونیم. نهایت گلوس سوپر گلوس نهول شود، گلوس نوع اعلا شود. ما چیکار کردیم؟ زمین رو آخه ترانشه کردیم، درونش پارو ریختیم. انا پاروی زیاد دیدید. از بالایش اما فوسو من نیترم از فوس که پرتوفتیم. باز خاک روی زمین پرتوفته آمیخته کردیم و از بالایش اکنون میشنو از داخل شربت میگیریم نهالی که ما در شربت یک نیم ساعت پیشتر تر کرده بودیم. یک ساعت شد، نیم ساعت هم خیلی شد. اکنون ما میشنونیم یک تا میشنونیم. در هر یک وجب یک تا میشنونیم. خوب پرتو اینجا کن. من باید دو تا میمونم. دو سه تا مونم. برای که نزدیک شود ایستو. ما باید یک دکشته یک تگه ما اینجا باید تازه کنیم. اینا تنش تازه کردن در کو. انا کو خوک پرتو هر سه میده. انا کو خوک رو ما تو هم خمی پرتویم بزرگتر میکنیم چون که زمین ما لالمی است. آب قریبی که نداریم. آب قطرگی میگذارونیم و که آب میوبیم نمیوبیم این زیری سوالی کلان است. ایشون نپرتو. من هم خیلی تو هم خیلی خوک میکنیم تمام بس. و آب قطرگی میمونیم. این رو امسال که برومد تیرمو با پیوند تیار شد ما تیرمو پیوند میکنیم. اگر تیار نشد سال دیگر تیار میشد سال دیگر پیوند میکنیم. این از نشونما وابستگی دارد. برای اون که نقض نشونما یا بعد ما همین سال فرصتی پیوند کنیم پیدا شود ما همین رو خوکش رو نهایت درجه عالی کردیم. انا این بود نشوندن تک پیوندی کپ 6 برای گلوس. این رو ما از خارج کشور آوردم. رحمت و دقتتون.